گلچین هفته. سلام. 39مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمدی در ماهور از درویش خان آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد یکی از زیباترین آثار درویش خان است که گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی اجرا کرده است.
2 هفته گذشته درآمد ابوعطا، حجاز و اوج حجاز، بغدادی و گبری را از ردیف ابوعطا با آواز تاج اصفهانی، نی حسن کسایی و تار جلیل شهناز شنیدید. امروز در دنباله این ردیف گوشه های یتیمک، حسن موسی و گیلکی را با اجرای این 3 هنرمند گرانمایه موسیقی ایران میشنوید و هفته آینده با پخش گوشه های خسرو شیرین، سارنگ و فرود ردیف ابوعطا را به پایان میبریم. یتیمک تیکه‌ای است به نام حسن موسی.
جیلکی در آن بودم که از آهن کنم دل ندانستم چه تا آهن ربایی گوشه‌هایی از ردیف ابوعطا را با آواز تاج اصفهانی، تار جلیل شهناز و نی حسن کسایی شنیدید. حالا به ترانه در کوچه سار شب با صدای مهستی گوش کنید. آهنگ این ترانه را محمد حیدری، هنرمند فرهنگ و هنر، بر روی غزلی از سایه ساخته و با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان اجرا شده است.
ترانه در کوچه سار شب را با صدای مهستی در مایه دشتی شنیدید. یکی از آوازهای فراموش نشدنی دشتی، آوازی است که هنرمند گرامی روحانگیز سالها پیش با ویولن مهدی مفتاح خوانده و بر روی صفحه گرامافون ضبط شده است. صدای زلال روحانگیز با بلندی و رسایی بی‌نظیر و تحریرهای زیبا و دلپذیر این آواز را در طول سالیان دراز همچنان مشخص و ممتاز داشته است.
حالا به ترانه اوج با صدای نادر گلچین گوش کنید. این ترانه را هنرمند ارجمند فرامرز پایور به یاد استاد یگانه ضرب حسین تهرانی ساخته و شعر آن را لعبت والا سروده است. با سرانگشت نوازه گر یادویی خود، با سرانگشت نوازش گر جادویی خود، جرس غافله ها به نوا آوردی، سایه ثانیه ها به صدا آوردی. همان
نفس صدایی که به جا خواهد ماند، که رها خواهد ماند، تا همان نفس صدایی که به جا جان به جانان رسید، مست شب گرد پریشان بودی، که به میخانه رسید، که به بنواز با سرانگشت نوازش گر و جادویی خود، نغمه عشق و صفا بنواز، نغمه مرغ رها را بنواز، نغمه عشق و صفا را بنواز، نغمه آهنگساز خوب ما همایون خرم بر روی دو بیتی‌هایی از شیخ ابوسعید آهنگ زیبایی ساخته که با تنظیم فرامرز پایور و صدای اهدیه اجرا شده است.
که در این چمن دمی خندیدم، پس وای به من، پس وای به جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند این عشق چیست، چون من همه معشوق شدم، چون من همه معشوق شدم. عاشق کیست؟
ترانه هرچه باداباد ساخته همایون خرم را با صدای عهدیه شنیدید. حالا به ترانه در خلوت غم با صدای مرضیه گوش کنید. آهنگ این ترانه از فرامرز پایور و شعر آن از سایه است. که به جای صنم کردنشانم به جمال که خیالم نرود از دل و جانم. به وفایم که به جایم صنم کردنشانم به جمال که خیالم نرود از دل و جانم. به غمم که مرا جز غم تو شب همیشه هم به غمم به غمم که در این خلوت غم همدم من جز
که همین گریه دوان برنامه امروز گلچین هفته را با تصنیفی در نوا با صدای هنرمند عزیز شجریان به پایان می‌بریم. این تصنیف قدیمی را گروه شهناز اجرا کرده است.
نبود زیرا خط قسمت ما غیر نگاهی آن هم ندهد دستان اگر نشینم سر راهی به امید نگاهی ببینم مهر و ماهی نشینم سر راهی به امید نگاهی ببینم مهر و ماهی نبود زیرا خط قسمت ما غیر نگاهی آن هم ندهد دستان نشینم سر راهی به امید نگاهی